اختلاف سنی مادر بزرگوارتون با شما چقدر؟ 17 سال. 17 سال؟ بله. و چقدر خوب ها اختلاف سنی کم؟ بله، من با مادرم هم به جهت اختلاف سنی کم و هم به اون جمله‌ای که گفتم خیلی زود بزرگ شدم و همدم مادر شدم. از 10 سالگی ارتباط خیلی نزدیکی داریم. الان به شما چی میگن ایشون؟ وزیر شدین و اینا؟ همچنان فرزانه جان. نه مثلا حرفایی که بهتون میگن مراقب باش اینجوری میاد دفترتون سر بزنه. نه، البته یک بار به خاطر روز زن که دعوت کرده بودن اومدن که با هم دیگه رفتیم مراسم روز زن رو. نه، نگرانی های این روزاشون چیه؟ نمیبینه منو. نگرانی. کمتر میبینه منو. ولی خیلی خیلی دعا میکنه. دعا میکنه. بله. دعای گوشه نشینان بلا بگرداند. واقعا رهبری توصیه کردن که شما بشید وزیر؟ چون آقای پزشکیان یه جوری صحبت میکردن در مجلس موقع رأی اعتماد که این یه جوری دیگه پاسخ شما رو میدم آقای نجف زاده. قطعاً دید بلند رهبری و اعتمادی که شخص رهبری نسبت به بضاعت‌ها و توانمندی‌های بانوان در کشور دارن اثر بسیاری داشت که من دومین وزیر و البته اولین وزیر وزارت زیربنایی راه و شهرسازی بشم. خانم بله. متوجه شدم. شخصی نبود. مثلا شخصیشون ایشون باشه. من روی هیچ کدوم از وزرایشون نظر شخصی ندارن که کدام وزیر بشوند یا نشوند. این عزیزان رو خانم صادق مالداری اصلا خدا آقا گفتن که باشه. آخه چرا دارید منو وادار میکنید یه چیزایی که نباید بگم؟